واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یکی با دیگه جنگ داشتن، فقط زدن کندن بود، کشتن، دیگه چیز نبود. زندگی یک دم خون گشته بود، خون. با آمدن رسول الله و دین اسلام الفت و محبت در بین صحابه، ایثار فداکاری، همدردی و بگوی غم شریکی در حد نهایت رسیده. و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها. رسول الله را چرا دوست نداشت؟ صحابه چرا اسلام دوست نمی داشت؟ به خاطر که در لبه کناره وادی چی بودن؟ جهنم بودن. ما و شما هم میطور بودیم. الله نجات توسط اسلام کی داد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از او خاطر اسلام بس پیش صحابه از اولادش کده، از جانشان کده. محبوب بود یا نبود؟ سر اسلام جان قربان کردن، اولاد قربان کردن، مال قربان کردن.